علی صدای همه گزارشگرای فوتبال شهرستان‌های مختلف رو میگه. جدی؟ آره. بارکالله. بریم اهواز ورزشگاه قدیر، آقای نری موسی بفرمایید. با نام و یاد خدا. جدال دو تیم فولاد و خوزستان پرسپولیس تهران در ورزشگاه قدیر اهواز. حالا فرصت برای پرسپولیس تهران. خداوندلو این ضربه توپی که برمیگرده. از اهواز میریم به اصفهان، آقای جماعتی. بسم الله الرحمن الرحیم. گرینگل چاپرات در راه رفتن، حالا برای شوشتری و ضربه‌ای که از کنار دروازه سپاهان میریم خطرناک به بیرون میره. کرمان، آقای ضابطی. گل گوهر. ضربه آزاد با گل گوهر با ابوالفضل رضاپور. میریم از میشه ادامه بدم؟ آقای ضابطی خیلی دوست دارم. خودش دوست داره اینو. اریک باگنما هم اونجا هست. فرصت و گل، یه سوپر گل، یه گل به خودی میزنه محمد رضا آزادی. میریم به قزوین، آقای میر عزیزی. شمس آذر قزوین. بله. علی آزادمنش برای امیر محمد نسایی. موقعیت هست برای شمس و توپی که درون دروازه قرار میگیره. ماشاءالله. میریم مازندران، آقای کلانتری. نساجی مازندران. بله بله. عاشق این صدام یعنی خودم. برو بریم. میگفتن که امیر حسین زامدلیری برای فرزاد زامهران، حالا کوین یامگا و ضربه سری که از کنار دروازه به بیرون میره. میریم به آبادان، آقای عربزاده. طالب ریکانی، فرصت برای نفتی های آبادان. لوان پاچاچیان، فرصت برای نفتی های آبادان.